آخ آخ ایوه یا بچه ها تو چطور خوش اومدید. ببین کنن 2 تا ویدیو پیش منی، تو این 2 تا سکته نکنی خب بگو خب دیگه کامنت ببینم نه عشقی داشت علی. عزیزم الان از اون سالایی که تو برنامه‌ریزی خیلی می‌ذاری. میدونی باید چیکار کنیم؟ بچه با یک سری محدودیت ها خب باید بیایم و یه سری کارا انجام بدیم. حالا میگی اوه نکنیم مثلا ویدیو خودت که لامبولی داشته با چاپ اسپیس این میرید مال نه چاپ اسپیس چاپیس آفرین عزیزم همون لحظه علی میگه چاپ اسپیس میگفتم بس ما باید یک سری چیزها رو با هم دیگه تقلب برسونیم. خب تقلب رسوندن یعنی چی؟ یعنی آقا من یه کلمه رو میدونم خب باید به توضیح بدم اون کلمه‌ای که من میدونم چیه. برای محدودیت دارم تو حرف زدن. نمیتونم مثلا یهو بیام بگم آره مثلا کلمه یخچاله، نمیتونم بیام بگم ما توش غذاها رو بعد از خوردن میذاریم نگرش می‌داریم. با محدودیت باید بهت بگم. درسته اوکیه؟ خوبه خوشت اومد؟ خوبه خوشتون اومد؟ خوشتون اومد؟ بریم سراغش. بریم. اول نوبت هادیه که شروع کنه عشق است. حساب ویدیو. حل داش علی. آقا میخوریمش به عنوان بعده غذای، خیلی هم دوستش داریم، عام پسنده. نهار شام بیشتر شام میخوریم ولی سرد خوشمزه تر لامصب. سرد خوشمزه سالاد دلویه غذاست میگم. غذا خب ما مگه جز غذا چیزی که یه بیشتر میخوریم؟ ما خیلی چیزا میخوریم حالا نباشه ریا نباشه. آداش داری میزنیم. نگاه کن. آقا وایسا غذاست شب شام بادی میاد اینجا؟ نه نگاه کن منحرف نشو. با نون هست ولی نه هر نونی. مثلا نون لواشو نه نون لواشو بربری اینا نیست. نونش مخصوص به خودشه. اوه هادی خیلی معروفه غذا، خیلی دوستش دارن. عمدتا مردم میرن بیرون میخورن شبا. کبابه. نه شب میخورن. شب کباب میخورن. مردم ظهر کباب میخورن. آفرین. اینطوری میکنی؟ نه عکس نداریم. عکس نداریم. هیچ ریفرنسی به ایتالیا نباید. آره. نه ایتالیا نه فست فود. خب نوبت کامیه. واسه من اینو میزنم که کور بشم. سلام بهونه قشنگ من. خب یکی از چیزایی که خب تنفس زمین رو چی میکنه؟ درخت. تمام نوز. تمام. تایم حدس اشتباه. 3 حدس اشتباه. 3 کمه یا خیلی کمی؟ آقا 6 حدس اشتباه. آره این قشنگه. 6 تا اوکی. کامی دقت کن. ترکیب 4 3 3. مردم وقتی یه منظری رو میبینن چیکار میکنن؟ اون منظر مثلا خوشگله، میگه خب من اینو داشته باشم دیگه. چیکار میکنن؟ با اون منظره چیکار میکنن؟ نه میگه من میخوام اون منظره. حدس اشتباه. ببین یه شغله همینقدر داشته باش. اون منظره مثلا میبینی خب میگه این منظره خوشگله من داشته باشمش واسه خودم دیگه. تو که نمیتونی منظره رو با خودت ببری، چیکارش میکنی؟ میخری. بابا What is going on inside their head? آقا مثلا من عکاس. آفرین یس دقیقا کلمه عکاس. بشمت برار دقت. ببین دقت نمیخواد بخه داداش اینقدر نخرش. شغلم که هست. خب کلمه بعدی مخصوص خود هادیه. اوه من نگاه نمی کنم بچه ها، تا نگاه نمی کنم. کامی هول کرد. نه نه؟ بیش از حد دوستش داری.
بیش از حد. خیلی خیلی دوست دارم. دوستش داری. فوتباله؟ نه کاتگوری نیست، یه چیه خیلی دوستش داری. عادی 5 تا حدس دیگه داری. ازش کلی چی تو اتاق داری؟ یعنی کلی چی مال هری پاتره؟ نه حدس کامل بود. مال هری پاتر نشد. کتاب هری پاتر؟ نه چوب دستی هری پاتر؟ نه آقا تو که میتونی از پایین دو تا حدس دیگه دو داری. تا حدس دارم. یه جوری بگو که من بتونم بگم. اینطوری بهت بگم که کارایش چیه توی فیلم یا کتاب؟ کارایشو که میتونی بهم بگی. 2000 years later. آقا خیلی ساده بهت میگم کاراکتره. آقا با آره و نه میتونی جواب بده دیگه. من یه سری آقا، با الان تو دو تا سوالم حدس دیگه آقا بیشتر. کاراکتره. دو تا حدس دیگه بیشتر هم نداریم. خیلی هم نزدیک شد. کاراکتره و تو بیشتر از هم دوستش داری. هم قصد داری. رونالد ویزلی. خاک تو سرت کنم. خاک تو سرت کنم. کاراکتر مورد علاقمه. به درک. یه حدس دیگه داری هادی. هادی کامی نگاه عادی کن. خیلی نزدیک شدی. داری سگم میکنی. خیلی نزدیک. یه کاراکتره. از خود کاراکتره بگو. از خود کاراکتره بگم یه کاراکتر چوری از خود کاراکتره بگم دیگه با آقا من چجوری بهت میرسونم؟ کامی یه بچه بگم عینکی خود هریه؟ هر کتاب هری پاتر فیلم هری پاتر چوب دستی هری پاتر شورت هری پاتر نمیدونم وایسا. هری پاتر خود پدرسا که شد خب قرعه کشی چمپیونز لیگ مال 100 سال پیش هست. آجی این خیلی با این چیزایی که تو زدی قشنگ دهنم سرویس میشه. من و تو میخوایم بریم مسافرت خارج از کشور. چیکار میکنیم؟ بلیط میگیریم بلیت چی رو میگیریم؟ نه تو با عمه من که نمیری خارج از کشور. سوار چی اولین حدس میشی؟ اشتباهی. بلیط هواپیما خب اولین حدس اشتباهی. ببین درسته تو بلیت هواپیما میگیری درسته. خب با چی جابجا میشی؟ هواپیما هواپیما حدس یعنی چیز آخری کلا. اه بذار ببینم چی برام علی با محدودترمون کن علی ما خیلی قوی. الان بدبختم. حدس اشتباه ست. ستا یکی و یکم آسونه سه تا. کامی بدبختم نکنی. خب آقا یه ورزشه خب غیر از فوتبال من قبلا انجام دادم کلاس رفتم والیبال. تمام خیلی ببین میدونی ما الان حس کیو داریم؟ بایر مونیخ که با 100% برد چمپیونز لیگ گرفته. چه قشنگ. اول از همه دلتون شاد باشه و دوم از همه برید با پول خوشبختی رو به دست بیارید. Let's go. خدا